سلام به خانواده عزیز چوبین رنگ. امیدوارم که حالتون عالی باشه. همونطور که بهتون قول داده بودیم امروز اومدیم تمام پودرهای دکوراتیومون رو بهتون معرفی کنیم و روش استفادهش رو بهتون بگیم. با ما همراه باشید. یکی از موارد پرکاربرد پودرهای رنگی پودرهای پای فلز هستن که توی 4-5 رنگ موجوده و از رنگ طلایی و کایی گرفته تا مسی و نقره‌ای. این پودرها پای حلال هستن و یه افکت پوششی به شما میده و توی هر نوع کیلر و لاکی که پای حلال باشه، از کیلر خودرویی، کیلرهای چوب گرفته تا لاکای افکت میتونید ترکیب کنید و یه افکت و رنگ مثلا برای طلاییش یه رنگ طلایی به شما میده و میتونید یه پوشش طلایی با کیفیت ایجاد کنید. یکی دیگه از پودرهای رنگی جذاب و پرتنوع پودرهای صدفی هستند که خودشون توی چند تا دسته‌بندی میشن. دونه درشت داره، دونه ریز داره، 7 رنگ و ساده داره و خود ساده هاشون هم کلی تنوع داره، از پودر روزگولد گرفته، پودر ورق طلا گرفته و پودرهای شاین. پودرهای 7 رنگ هم داره، از 7 رنگ آبی گرفته تا 7 رنگ طلایی، دونه درشت و دونه ریز و همه این پودرها پای حلالن. تو کیلرهای خودرویی، توی کیلرهای چوب قابل ترکیبه، توی مبلمان، پتینه ساختمون، توی خودرو قابل استفاده هستن و خیلی کاربرد دارن. اکریلای زری یا همون اکریلای دانه درشت، اینا هم 7 رنگ و ساده داره، فلورسنت داره یا همون بلک لایتی. اینا هم توی صنایع مختلف کاربرد داره، از صنایع خودرویی گرفته و دیگه به صورت پوششی نیستن، یعنی فقط به صورت افکت روی سطح کار اجرا میشه و یه افکت 7 رنگ یا یه افکت بلک لایتی به کار شما میده. پودرای یونیک کریستال، این پودرا یه شاین یونیک جذاب به شما میده. همونطور که میبینید تو هیچ پودر صدفی نمیتونی این شاین رو پیدا کنی. توی چند تا رنگ موجوده تو فروشگاهمون، از طلایی گرفته تا کریستال شامپاینی، کریستال روزگولد و پودر شاین صدفی. اینا هم پای حلال هم به سبک همون پودرای صدفی اجرا میشه، ولی با این تفاوت که دیگه اونقدر پوششی نیستن و فقط برای افکت میتونید ازش استفاده کنید. بریم سراغ پودرهای هولوگرامی که کروم بالمگسی هم بهش میگیم. اینا هم افکتای خیلی جذابی داره، توی 6 تا رنگ توی فروشگاه موجوده، از رنگ مولتی گرین گرفته تا بنفش و سبز و شرابی. اینا هم توی صنایع خودرو و مبلمان و پتینه ساختمون استفاده میشه و کاربرد داره و به عنوان افکت نهایی میشه به کارتون یه نمای جذاب بدین. و در آخر پودرهای فسفورسنت و پودرهای فلورسنت. پودرهای فسفورسنت که پودر نئون هم بهش میگن، اینا در تاریکی مطلق حالت شبتاب دارن، توی 3 تا رنگ پرتقالی و سبز و آبی موجوده. پودرهای فلورسنت هم توی تاریکی یه با نور آبی و نور بلک لایتی حالت نور دهی دارن و اینا هم تنوع رنگی بیشتری دارن. همه این پودرها با کیلر و رزین و کیلرهای خودرویی قابل ترکیب و رو سطوح مختلفی که خودتون بخواید میتونید اینا رو اجرا کنید. پودرهای مخمل 15 تا طیف رنگی داره. اینا هم با چسب ورق طلا میتونید روی هر سطحی اجراش کنید. یه سطح مخملی و نمدی به شما میده، حالا از روی بوم گرفته یا روی دیوار میتونید اون رو اجرا کنید. فقط کافیه چسب ورق طلا رو بزنید و پودر مخمل رو روی کار بریزید و اضافه هاشو خالی کنید و اون جایی که چسب داشته باشه این پودرها روی سطح کار میچسبه و خاصیت مخملی به شما میده. اگر عاشق رنگی و میخوای با جدیدترین رنگ‌های بازار آشنا بشی، حتما کانال چوبین رنگ رو سابسکرایب کن و جزء خانواده بزرگ چوبین رنگ شو.